سلام و درود بی پایان به کل بینندگان عزیز. بهر شما از حیات و روزگاری مردی پرهنر استاد روزقل قادیروف حکایه کردن هستیم. این مرد تمام عمر خود را با کسب آموزگاری بهر تعلیم و تربیت فرزندان مردم بخشیده است. فشرده صحبت را پیشکش شما می‌گردم. امیدوارم ما را دستگیری میکنید و نوارهای آینده با کمک شما عرض وجود می‌آورد. السلام علیکم بینندگان عزیز. من موافق تکلیف شاگردم درباره زندگی خودم تجربه روزگار کمی به شما نقل کردن هستم. من قادیروف روزقل جمعیف بوده. سال 1956 در یکی از دیه‌های خوشمنظر خوشباد هوایی ریسپوبلیکای برادری امروزی تاجیکستان در دیهه میدانه که سوید قشلاق ماغیان در عائله دهقان به دنیا آمده و در همانجا تا دوره 30 سالگی زیست زندگانی ما در همانجا گذشت. و نهایت بعد از 30 سالگی شدن من پدرم با تقاضای تقدیر از آنجا کوچیده به دیهه امروزی قرضخانه آمدن در نزد دوستان و رفیقان. به اینجا آمدیم و در اینجا پس از 30 سالگی من باز دو خواهرم به دنیا آمد. دو برادر خورده هم به دنیا آمدن. جمع در یک عائله از یک پدر و مادر 5 نفر هستیم. مادرم و سلطان و استتای صاحب خانه‌زن بودن. پدرم در قطار دهقان بودنشان باز با کارهای جمعیت با پختن آش معرکه های در قشلاق می شدگی توی معرکه ها مشغول شده می گشتن. و نهایت سال 1970 در دیگه که مکتب 4 ساله بود، مکتب 4 ساله را تمام کرده و دیهه متمان پایان تر از دیهه قفزخانه فرامده در آنجا تا صنف 8 مکتب میانه را خواندیم. از بس که در آنجا مکتب 10 ساله نبود، برای دانش گرفتن آینده به یک راه زندگی راه یافتن مجبور شدیم باز دیه را ترک کرده 2 سال دیگر برگشته به همون اول قشلاقی که تولد شدیم در سوید قشلاق ماغیان ناحیه پنجکین در ریسپوبلیک امروزی برادری تاجیکستان جای داشت. با مکتب رقم 8 به نام ابو علی سینا و تحصیل رفته و در 2 سالهای 1974-75 مکتب میانه را با موفقیت تمام کردیم. از بس که دیه در یکی از دیه های بلندترین از مرکز ناحیه که در مساحت 70 کیلومتر مرکز ناحیه کتاب در بلند بود، متخصصان در قشلاق یافت نمی شدند. مجبور با معلومات میانه یک چند سال در مکتب همچون آموزگار با فرزندان آدمان درس دادیم و نهایت سال 1988 با امر تقدیر به یونیورسیته دولتی به نام علیشیر نوایی شهر سمرقند در آمده با موفقیت آن را سال 1994 تمام کرده. و دیه برگشتم و در دیه
اول همچون آموزگار زبان و ادبیات تاجیک، بعدتر با رئیس اتفاق کسبه مکتب و نهایت سال 2001 همچون راهبر مکتب تعیین شدم. در تمام کار بسیار کار نکرده باشیم و موافق شرایط دیها. در دیها همچون راهبر مکتب، برای آباد کردن مکتب، برای متخصصان تیار کردن، تشویقات و ترغیبات برده، صف معلومات عالی‌دار را در مکتب زیاد نمودیم و نهایت تقدیر با تقاضای تقدیر سال 2003 ماه ایون موافق قرار پرزیدنت دولت ازبکستان از بس که در سرحد جایگیر شده بودیم، ما را کوچانده به موضع امروزه که باز اینجا هم با نام قوزخانه، دیه قوزخانه محله به نام سمرقند نامگذاری شده است. در این دیه آمده جا گرفتیم و در برابر به اینجا آمده جا گرفتن در مکتب نو باز به تعلیم و تربیه مشغول شدیم، بچه ها خواندیم و با مکتب های عالی رفته داخل شده، آمده مکتب صاحبی کرده، در مکتب شاگردان کار کرده رساندن. سال 2011 هم راهبری را موافق عریضه سپاریده برآمده همچون آموزگار عادی زبان و ادبیات تاجیک شده کار کرده و نهایت با همین راه و نفقه برآمدیم. من امروز صاحب نفقه خور هستیم. در دوره نفقه خوری ما 2 سال باز مکتب با شاگردان و درس داده و شاگردان راه نشان داده آمدیم. امروز دوره پیر رانده در اطراف در مابین فرزندان و نبیرگان با کارهای خواجگی و دهقانی و باغداری و مشغول شده گشتگیم. از زبان نیاگان هم خبر داریم، از اسلام با خبر هستیم، قرآن مجید را ختم کرده نه استاد گرزاندگی من. امروز صاحب 24 نبیره 4 عبیره هستیم و دوره پیر با شکر گزاری از دولت صاحب استقلال ما دوره پیر رانده دایم در حق جوانان، در حق پرزیدنت، در حق دولت دعاگو هستیم که صحت و سلامت، تنج و آسوده آباد جوانان ما مهنت کرده. پس از نفقه برآمدن وقت‌های بیکاری که در خانه زخ شده، بعضا کتاب میخونیم، بعضا تلویزیون تماشا میکنیم، با زخ شویم با سر همین با فرآمده است بعضا بیل در دست بیل میکنیم، بعضا ابریسکه میکنیم، بعضا با اینجا اونجا به نگاه کرده همین وقت گرزاندم براش هم سر با فرآمده چون میدم میستیم. در این باغ ما عموم یک 35 صادق میبرد از حساب درخت های میوه دار، انگور، بادام، پسته، انار، حالیگه ناک های من از طرف تاجیکستان آمدگه خیلی ناک یک قسمه پایانه با یک 5-6 صادق کارتوشکا و یک 4 صادق نخوت با جویا کرشناندگی من همین نکته مشغول شده روزه گذرانده میگردیم. سلامتی همون کار جسمانی که مشغول شدم بود و فکرم سلامتی هم جوش میشد. از خواب رفته بیکار گشتن هم فایده و هم جسمانان با مشغول با تربیت جسمانی مشغول شده کار کرده میگردیم.
همه نکنه یک کمک خانه با یک گرمخانه داریم. میوه درست دیگه لیمون پرورش کردیم. خیلی باغ ما نزد حولی با یک 20 درخت انارزل دارو. گرمخانه ما با لیمون چیز بوده که پرورش کرده گشتگیم. موافقی گفته پدرم معنی زندگی را پدرم جمعه با قادیروف من معنی زندگی را در همین دریافتم که انسان باید در دوره به کمال رسیدن و خودش را شناختن باید که یک اولین درجه راستگوی، راست قول شدنش در کار، هنر آموختنش در کار که در دوره پیری تا دوره پیری زندگیش نگذرد. با خواندن مشغول شدنش در کار تا امکانیت هست باید که به جوانان دوران دوره زندگی دوره خواندن هنر آموختن رو با آنها تشویق و ترغیب کرده به راه راست داد کردن در کار که باید آنها همچون خلق پرور وطن دوست مهنت دوست شوند. دائما از پای گفته هم پدران روند و کسی را در زندگی فریب نداده دست پیران را گیرند و به جوانان همیشه غمخوار و مهربان باشند. درخت پسته درخت پسته همین هست اینجا و درخت پسته هم هست. بادام هم هست. بادام یک 25-30 درخت هست. انار هست. دیگه ناک غرب میگوییم از و یک 15 درخت شناندگی من از باز یافتی ها. من یک قطار با قطار بادامزار یک 25-30 درخت بادام است. بادام شیرین دانه همه سال یک 10-12 کیلو حاصل گرفتیم. از این پایان تر منه حاضر میبینید همون ناک مختگین تاجیکستان غرب در درخت شناندگی ما بای هست. با غیر از وی اون عالی مای به میپختگه 4-5 درخت از وی هست. یک کاری که یک 6-7 خیلی نموده درخت ها هستن. این دیگه میگون جوینده یا بنده کوفته همون ناکی غرب یک 10 درخت یافته من همین شناندی حالا یک ساله شده. من این زمین شدگار پر باده است بای کار دیگه نخوت جویه از این پایان تر هیلا کرتاش کار دیگه گوشت تجمع حالا به من این تو اون طرف پاور اون طرف ند دیگه شما چکره هست 3-4 سال دیگه میبرد اونجا حالا عبور نکرد. همسایا باریزه بردن برای مولا شده من برای عبور کردم اونو برای مولاش کشیم مزدوشون نه آخر کشیده گرفت. چخیلی که در خلقیت میگویم دوست این قنات انسان است. در دوره مکتب میانه را خواندن که من بیرون از دیه رفته در رسپوبلیک برادری تاجیکستان مکتب میانه را ختم کردم. در آنجا ما در گروه صنف 9 تا 10 خواندن 3 صنف بودیم. هر یک صنف ما عبارت از 35 نفری بودیم و آن دوستانی که در آنجا هم صنف بودیم ما یک جا میخواندیم تا امروز رفت آداریم. مثلا در آنجا از دوستان نزدیک رفت آ کرده سادگی ما هستن فرمانقول استایف نیازف سید قول برین ها خیرالدین عثمانوف برین ها دایم آمد و رفت داریم در توی مرکه ما. غیر از این در من شهر سمرقند در دوره اونیورسیت خواندگی ما با بسیار دوستان هستیم. احمد جان عادیلوف نعمت اکا قرایف برین ها. غیر از این خیش و تبارهای هم بسیار داریم.
و امروز هم در اینجا در دوام در مکتب همچون راهبر کار کردیم و بسیار استادان یک جا نشسته مانند صاحب استمقل، مانند گدایف جمعه نظر، مانند آرزویف محکمکه، مانند عبدالرحمن اکا، بر اینها بسیار دوستان نزدیک و قرین داریم که در توی مرکه ها از یک دیگر جدا نشده، با یک دیگر هم صحبت شده و بعضا به خانه هم دیگر مهمان شده صحبت ها میکنیم، دماغ چاقی ها میکنیم، دایم به یک دیگر رابطه دوستی داریم. چخیلی که در روشن میگم با یک جوان 40 هنر کم همین چیز را من در زندگی خودم اثبات کرده. من وقتی که من مکتب میانه رو ختم کردم آمدم در دیه حالا آموزگار نشدنم، مکانیزاتور نمیرسید، تکنیک بود نه که مکانیزاتور نبود، همچون مکانیزاتور 1 سال در خواجگی جنگل پروری چون مکانیزاتور در قطار مکانیزاتور بودنم، همچون الکتریک شده در دیه کار کردم. در قطار این باز در توی معرکه های مردمان با آشپزی این معرکه مشغول شده من. غیر از این با خیلی که میگن در قشلاق همچون بکوول شده در 12 سال راهبری همون توی معرکه های مردم با راهبری کرده گشته من. این رو من برای آن گفته استادیم که من کردم، گفته فرق نمی کنم، لیکن گفته نه هستم که بین با جوان ها باید که در قطار آموزگار بودن یا دیگر کار بودن یک چند را اگر یاد گیرند از خود کردن توانند، اگر در آینده در دوره زندگی کردن با یگان مانع گرفتار نمیشند، کار پیش برده میتوانند. وقتهای بیکاره بیرون از کارهای جسمانی و کارهای مهنتی و بعضا آدمی زخ شده خانه بکشید مجبور میشیم با میخیدیم خانه پیشین بیرا رفت با آنو صحبت شده، بعضا افسانه و روایت و شعر و گفته و ناخامر تا خانه با دعوت کرده میگرده. یه انسان همه خیلی بوده است که بیکار نشته کار بسته از بیکاری چه خیلی در خلقت میگوید کار که مشغول شده گردید هم زخشوی آدم میبرد همه منار دماغ چاقی شده میگردید. از این عالم ساعتی پوشم چشم سر، پیمانه اجل با خود بردگر، پیمانه اجل در قطار مکانیزاتور بودن و آشپز بودن و آموزگار بودن، باز در این قطار من از درودگری را استاگی را از تقایم استا مختار و راهبری کنی را که در مکتب قشلاق راهبر بودم تقای خوردم شریف سلیمان آموخته بودم و در دوره کاریم در دوره درودگری هم هنرمندی را آموختگی بودم که در خانه مردم و با انداختن نقش و نگاه یا که راهبری کردن از تقای خوردیم آموخته بودم شریف سلیمان که اون کس هم سیاست و هم مهربانی و هم کارگری را در یک جا گرفته می رفتن. این به من یک دستور عمل شد که در دوره کاری من در مکتب در راهبری کردن یا که در استادی کردن و یگان مانع گرفتار نشدن و من بعد از من شده که شاگردهایی که را آوردم من و آنها همین چیز را آموخته آمدن تا امروز. باغداری و باغبانی کسب اساسی تاجیکان بوده. در موردهای از کار جسمانی آزاد شدن یا که کمی سال رفته با نفقه بر آمدن، خواه ناخواه انسان با همین باغداری و باغبانی و با
پرورش نهال و درخت و مشغول شده میگشت است. وقتایی که انا بیرون از خواندن کتاب و روزه نماز با وقتای بیکاری بعضا با همین باغداره میگذرانیم. در حولی هم یک کم و بیش انار و کوشت انار و زلداری و شناندگی ما غیر از این کم باشده. من هم یک گرمخانه داریم. در گرمخانه 10 کنده ستروس میوه ستروس میگن لیمون پرورش کرده گشتگیم با امید خیلی کن یک طرف برای خود کنیم، یک طرف برای نبیرا یاد دادن، باغدار یا باغبانه یاد دادن براش، نشان دادن براش اونها در آینده برای روزشان را ناز گذرانیدن با باغداری و با باغبانه مشغول شدن برایشون. و همینها یاد میدیم بعد نبیرا که هم صحبه شده. بغیر از گرمخانه در کچه است که نزد حولگی ما که وارد از 6 صادق است، باز درخت های تاک، ناک، زردالو، انار، خرما هست که برای همون مهنت کرده بیل کرده اینا شکل میدیم بیل میکنیم. باز برای یاد دادن هم یک نویریشه من مایده که مومده پیش ما برای این یاد گرفتن همراه گرفته میگردن. بعضا باغ نزد باغ انگورمو میفرویم و بعضا در نزد حولی ما، یا که من فرزند کلانی ما سال دورتر از حولی ما جا گرفته شده که باغ وی نزد حولی وی با بسیار درختان کاریده شده است. خلاصه همین که انسان بعد از فقط برو آمدن یک جا شیطن دم گرفتم با وقتش نمیرسدم این خوششم نمیاد. دایم جمعه استی دیگر هم تنصحت میشده است و هم کمی ضعف کرده با همون کار کنم گفته آدم مهنت کنم گفته میگشت است. در وقتهای بیکاری بعضا همین نبیرا پیش من میبید با یگان تا حکایه خوانید، یگان تا شعر خوانید. گفته حالا هم نزد من نشستینده. من حاضر کتاب خوانده و به اسلام نزدیک خوانده استاده بودم. از همون کتاب درو بای خوانده تیم همین با یا رب ز کرم دری برویم بکشا، راهی که در او نجات باشد بنما. مستغنیم از هر دو جهان کن به کرم، جز یاد تو هر چه هست بر دل ما. یا رب مکن از لطف پریشان مرا، هر چند که هستی جرم و اسیان مرا. ذاتی تو غنی بوده و ما محتاجیم، محتاج به غیر خود مگردان مرا. یا رب تو زمانه را دلیلی بفرست، نمرودان را پشه چون پیل بفرست. فرعون صفتهای همه زبردست شده اند، موسی و عصا و رود نیل را بفرست. یا رب چه شود اگر مرا گیری دست، که از بار گناه شد تنی مسکین پست. گر در عملم از آنچه تو را باشد نیست، اندر کرمت آنچه مرا باید هست. یا رب بنما مرا رهی سوی نجات، محتاج تو هم چه در حیات و چه ممات. از جرم و گناه من سراسر بگذر، شرمنده مکن مرا به روز عرصات. فهمیدیدم باشیانا؟ بله شیرم.